با درود خدمت همه شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه‌های آوای بوف. امشب هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های شب‌های شعر که در اون از شاعران و نویسندگان عزیز دعوت میکنیم که تشریف بیارن و در برنامه آثار خودشون رو اجرا بکنند. خیلی خوشحالیم که همیشه همراه ما هستید، ما رو حمایت میکنید. دو تا نکته از ابتدای برنامه دوست داشتم خدمت همه شما عزیزان عرض کنم. یکیش در رابطه با انتخاب شعر و انتخاب شاعران هست که در همین ابتدای برنامه عرض کنم که چون یک سری پیام هایی از دوستان به ما رسیده بود در رابطه با اینکه نوع و سبک اشعار و آثاری که توی برنامه هست متفاوت هست یا یه مقدار بعضی از شعرها خیلی مطابق میل بعضی دوستان نبوده. عرض کنم خدمتون که در این زمینه ما به هیچ عنوان هیچ سلیقه و هیچ نوع دخالتی رو انجام نمیدیم و تمام دوستانی که اعلام آمادگی میکنن برای اجرای شعرخوانی بدون اینکه به شعر اونها بخوایم دقت بکنیم یا توجه داشته باشیم دعوتشون میکنیم که تشریف بیارن و آثارشون رو اجرا کنن. همونجور که در ممنونم، مرسی از بازخوردی که دادین، متشکرم. بله، این از انتخاب شعر و انتخاب شاعران عزیز، اینکه به هر حال هر دوستی، هر عزیزی که اعلام آمادگی بکنه در برنامه خیلی خوشحال میشیم که با هماهنگی تشریف بیارن و شعرشون رو اجرا کنن. در طول هفته دوستان میتونن به اکانت آوای بوف پیام بدن و هماهنگ بکنن که بتونیم در برنامه در خدمتشون باشیم. این در رابطه با شعر و شاعران عزیز و همینطور خیلی با توجه به اینکه تنها ثروت ما، تنها دارایی ما شما عزیزان هستید که ما رو حمایت میکنید، ما رو دنبال میکنید و همراه ما هستید همیشه. خیلی دوست دارم که لینک برنامه رو همرسانی کنید تا دوستان دیگه که علاقمند هستن بتونن به ما پیوندن و بتونیم در کنار هم برنامه‌های خوبی رو با تشویق‌های شما بتونیم برنامه‌های خوبی رو در مجموعه داشته باشیم و در آینده با دوستان بیشتری در تعامل باشیم. خیلی ممنونم از عزیزانی که در طی هفته لطف کردن و درخواست کردن که توی برنامه حضور داشته باشن و خیلی خوشحال میشیم عزیزان به ما بپیوندن و عزیزانی که قرار هست در برنامه حضور داشته باشن برای راحتی کار خودشون به ما در واقع درخواست بدن. سلام حامد جان، خیلی خیلی خوش آمدی، شبت بخیر باشه. خیلی خوشحالم که بعد از چندی دوباره برنامه رو تونستیم اجرا کنیم. سلام قاسم عزیز و همه دوستانی که در لایف هستن. منم خوشحالم که دوباره دور هم هستیم. ممنونم ازت و از زحمات تشکر میکنم. خواهش میکنم، باعث افتخاری. خیلی خوشحالم از دیدن دوباره. خب حامد جان، امشب برای ما چه آورده چه داری؟ من همیشه اول کار من میام، امیدوارم برای دوستان سوء تفاهم پیش نیاد. من یه دو سه تا کار کوتاه هست میخونم و بعد مرخص میشم، از شعرخوانی دوستان استفاده میکنم. خواهش میکنم. شعر اول به اسم بعد. مثل رژ لبی سیاه در مراسم ختم، زیبایی بعد از تو غم انگیز است.
شعر دوم به اسم سوال. چطور باور کند کودکی که مرده به دنیا آمده است زندگی پس از مرگ را؟ کار سوم به اسم کفش. کفشی به مراسم ختم می رود، کفشی به غسال خانه تا جنازه ای را تحویل بگیرد، کفشی خاکی از یک مراسم خاک سپاری برمی گردد، پا در کفش من کرده است مرگ. یه دونه کار دیگه هم هست، حالا اگر میخواید بخونم یا فرصت رو به دوستان دیگه بر من فرقی نمیکنه. خیلی دوست دارم که توی لایو باشی، بعد دوباره سعی میکنم که بیارم دوباره بتونیم حالت تنوع داشته باشه برنامه، که در خدمت. من دوست دارم همش توی برنامه ببینم، به خاطر حالا هی وسط برنامه آخر برنامه سعی میکنیم با هم باشیم. چشم، من حتما هستم در خدمتتون. خیلی خوشحال شدم. ممنون بابت شعرت و ممنون بابت توضیحی که دادی. اولویت ما بیشتر دوستانی که، چون من ابتدای برنامه سعی میکنم که برنامه رو جاهای دیگه هم یوتیوب و فیسبوک و اینا هم تنظیم کنم، دوستانی که درخواست میدن، عزیزانی که قرار بوده شعر اجرا کنن، اونایی که درخواست میدن رو ابتدا میارم. این دیگه نهایت لطف توئه که ابتدا درخواست میدی و من تو رو اکسپت میکنم. ممنونم، مرسی. در خدمت هستم. خواهش میکنم. خب از دوستان دیگه دعوت کنیم تا تشریف بیارن که بتونیم از حضورشون استفاده کنیم و شعرهاشون. درود بر شما جناب حجابی عزیز. درود بر جناب قرداغی گرامی. خیلی خوشحالم. ممنون، مرسی. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. ما که همیشه سپاسگزار لطفتیم. جدی. استاد ما هستی. قلب دوست داریم جناب قرداغی گرامی. ممنونم، مرسی، لطف دارید جناب حجابی. جناب حجابی خیلی خوشحال میشم که امروز هم از شعرهای خوبتون بشنویم. البته نمیدونم متوجه هستید، یعنی متوجه شدید که برنامه رو یه مقدار نظمش رو تغییر دادیم. دوستان ناراحت بودن از اینکه توی برنامه توجه نمیشه بهشون و خواستیم که تک تک اینجا رو تقریبا حالت سن درست کردیم تا بیام بالا و شعر بخونن و در خدمتشون دوباره توی لایو باشیم. بله، خیلی خوشحال میشم که شعرتون رو بشنوم. من پدرم شاعر بود ولی فکاهی شعر میگفت. یه کتابی هم سال 1333 و اینا یا 39 درست یادم نیست، اون موقع هم منتشر کرد. من یه چند بیت از یکی از اشعارش تو ذهنم بود از دوران کودکی. بعد چند وقت پیش روی اون چند بیت نوشتم، البته اونا هم تو ذهنم بود، اونا هم هست. لذا این شعر که من میخونم ترکیبه، چند بیتش از پدرم، بقیه‌اش از خودم. میگه پدرم اکثر شعراش ضد آخوند بود، اینجوری خیلی ضد. خیلی هم حالی. و میگفت شیخی اندر جنگل مازندران راه خود گم کرده شد هر سو روان. در میان جنگلان خونین جگر دید چندین گرگ و شیر و ببر نر. ترس جان بر جسم و جانش چیره شد، سینه اش از غصه مرگ تیره شد. گفت یا رب واژگون شد تخت من، جان تبه گشت و سیه شد بخت من. نی توانم از بر دد در روم، نی توانم بر درختی برشوم. نی توانم سنگ زنم بر فرقشان، یا زنم چنگال در چنگالشان. کار من ترویج راه انبیاست، مؤمنین را جنگ کردن بس خطاست. لی کردم غرش شیران نر، بی رمق کردی آن شورید سر. در میان جار و جنجال وحوش، کرد فکری بکر آن عمامه پوش.
دست برد و کند چوبی از درخت، بست مندیلش سر آن چوب سخت. دور سرگردان چون گرزی گران، حمله آوردی به سوی آن وحشیان. گفت کی درندگان جنگلی، هر که پیش آید به مولایم علی. بر سرش بگذارم این مندیل را، کم کنم این شر و قال و قیل را. بر تنش پوشادم این لباده را، روزخانش سازم آن درنده را. از کلام شیخ آن شیران نر، لرزه بر جانشان فتاد پاتاب سر. چون که دیدن ماجرا شد زین قرار، هر یک از سویی نمودندی فرار. بسیار عالی بود. خیلی خیلی ممنونم. هم از شما ممنونیم، هم از پدر که به هر حال شما خطی گرفتید ازشون و شعر رو اجرا کردید. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم. در خدمتتون خواهیم بود دوباره اگر فرصت دراپ کنید، بعد دوباره هر موقع خواستید برگردید. من میتونم گوش میکنم. خیلی خیلی ممنونم. متشکرم. خب خیلی ممنون. شعر بسیار زیبایی بود. خب امشب یه دوست عزیزی داریم، آقای آراد امینی. اگر بتونم من بیارمشون بالا که قراره برای ما شعر بخونند و امیدوارم که شما هم مثل من متعجب بشید از حضورشون. اگر توی لایف تشریف دارن لطفاً اکسپت بکنن. خدمت شما هم شب خوبی داشته باشید. سلام، وقتت بخیر. خیلی خوشحالم که شما رو هم تو برنامه داری. خوبی؟ خیلی ممنونم. متشکرم. خب متشکرم شما. متشکرم، مرسی. خب قرار بود برای ما شعر بخونید. خیلی خوشحال میشم. شعری آماده کردم از فروغ به نام نغمه درد. در منی و این همه ز من جدا، با منی و دیده‌ات به سوی غیر. بهر من نمانده راه گفتگو، تو نشسته گرم گفتگوی غیر. غرق غم دلم به سینه می تپد، با تو بیقرار و بی تو بیقرار. وای از آن دمی که بی خبر ز من، برکشی تو رخت خویش از این دیار. سایه توام بهر کجا روی، سر نهادم به زیر پای تو. چون تو در جهان نجستم هنوز، تا که برگزینمش به جای تو. شادی و غم منی به حیرتم، خواهم از تو در تو آورم پناه. موج وحشیم که بی خبر ز خویش، گشتم اسیر جذبه های ما. گفتی از تو بگسلم دریغ و درد، رشته وفا مگر گسستنیست. بگسلم ز خویش و از تو نگسلم، عهد عاشقان مگر شکستنیست. دیدمت شبی به خواب و سرخوشم، وه مگر به خوابها ببینمت. غنچه نیستی که مست اشتیاق، خیزم و ز شاخه ها بچینمت. شعله می کشد به ظلمت شبم، آتش کبود دیدگان تو. ره مبند بلکه ره برم به شوق، در سراچه غم نهان تو. امیدوارم لذت برده باشید. ممنونم. خیلی خیلی ممنون. عالی بود. حالا جان خودت هم شعر میگی یا نه؟ بله میگم. 2-3 تا می نویسم. به خیلی عالی. دوست داری بخونی یا دوست داری تو برنامه بعدی بخونی؟ چطوری؟ اگه داری هم داخل برنامه بعدی بخونم خیلی بهتر میشه. رونمایی بکنم. به آفرین. پس تو برنامه بعدی منتظر هستیم که از خودت هم شعر بخونی، مثل همین شعری که خیلی قشنگ از فروغ اجرا کردی. خیلی ممنونم که تشریف آوردی تو برنامه و امیدوارم که شعرهای خوب خودت هم در برنامه بشنویم. مرسی. خیلی متشکرم. ممنونم. خواهش میکنم. شبت بخیر باشه. شب شما بخیر. خب خیلی خیلی ممنونیم از آراد عزیز که شعر قشنگی رو اجرا کردن. خب من سعی میکنم دوستان دیگر رو اضافه کنم توی برنامه. یوسف جان
دیدم که نوشته بودی که نمیتونی ریکوست بدی. من برای شما ریکوست فرستادم، اگر میتونی پذیرش رو بزنی خیلی خوشحال میشم بیای. سلام، شبت بخیر باشه. سلام و خدا قوت قاسم جان، شبت بخیر. ممنونم، مرسی. خیلی خوشحالم که دوباره تو برنامه هستی و با شعرهای خوبت. قربان لطف دارید. خواهش می‌کنم. در خدمت هستیم، ببینیم امشب چه آورده ای. من یه غزل علی حساب بخونم، بعد در فرصتی اگر بود دوباره یک غزل دیگه دعوت کنم. درد دارم کاسه کاسه نه، درد دارم لب به لب خورجین. گاه در من داغ فریادند، گاه آرامند و پاورچین. از همین ریشه همین خاکند، مارهای دوش ضحاکند. خورده خونند و شیر من، این دغلبازان در آستین. دزدهای تلخ لبخندند، اشکهای شور شیرین کار. نم نمکهای شروری که طعم بارانند صهماگین. تیز دندانهای موشی که خورده قالی کهنه روحم. شیر بیال و دم و اشکم، طعنه روباه پیرم بین. تق 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 تق، این قطار از ری خارج شد. بس که سنگ شیشه بشکن خورد، روی سرصورت بلوراجین. بیش 40 سال است در گورم، زندگی را سخت مجبورم. مرگ آیا می رهانیم از کمند تلخ این تمکین؟ متشکرم. خیلی عالی بود، بسیار ممنونم، خیلی لطف کردی. خیلی دوست دارم که در ادامه برنامه جان بسم خدمتتون. من با اجازه خارج شم، دوست دیگرمون خانم بهنامفر تشریف دارن در لایو، ایشون رو دعوت کنید. الان پیداشون میکنم، اگر ایشون خودشون هم امکانش رو دارن که ریکوست بفرستند. خانم مریم، پس من رخصت. خواهش میکنم، خیلی ممنون، لطف کردی، خیلی خوشحال شدم که شعرت رو شنیدم. قربونت برم، با اجازه. مرسی، قربانت. خانم بهنامفر رو من نمیبینم توی برنامه متاسفانه، اجازه میدید که پیداشون کنم. مریم بهنامفر، متاسفانه ایشون رو من ندارم. اگر ایشون توی برنامه هستن، بله، ممنونم از ریکوستتون. امیدوارم که اینترنتتون یاری کنه و بتونید تشریف بیارید توی برنامه. من اکسپت کردم. اگر درود بر شما، شبتون خوش. درود، خیلی خیلی ممنونم، شب شما هم بخیر. بله، الان تصویر شما داریم، چیزتون رو نداشتیم. مرسی، زنده باشید. خیلی خیلی خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. افتخار بزرگی است. مثلا اتفاقا من عضو ثابت کانال تلگرامیتون هستم، کتابای صوتیتون رو حتما دارم، خیلی هم باعث افتخار هست. خیلی ممنونی، خیلی متشکرم. زنده باشید. اگر اجازه بدین قربان شما، 2 تا کار هست، نه خیلی خیلی کوتاه هم بلند هم نیستن، اگر اجازه بدین در خدمتتون باشم. قربان شما. مثل غنچه‌ای در حصار دست‌های سبزتان تنهایم. کیست که چون من عاشقان هوا را بپرستد و اندکی پس از عزیمت تو از سینه‌اش دستهایش را نفس بکشد. عطر تو همان که چسبیده به خاطره انگشت‌هایم و آسفالت تنها بستری است که گام‌هایمان را جفت می‌کند. کاش پنجره‌ها می‌مردند
و پوست تنها مرز این آمیختگی میماند. کار دوم اگه اجازه بدین، تیر و میر و تکرار و ما کشتزارانی بودیم برای عیش دشمنان و گلوله ها مخدرات بیهوشی، زخمی شلاق پریده نشعه مستی نیمه کاره را، مدرسه، مکتب، سلول، آلت، باتوم، تجوید، سرگیجه تلخ سرزمین مادری و من شاپرکی هستم که هزاران سال با لچک اجباریم انفرادی خوردم. مائده‌ای هستم که بالای گور دختران بی اسمت بلوچ نخواهم رقصید. بسیار عالی بود. سپاسگزارم از وقتی خیلی که خیلی بهم دادید. ممنونم. متشکرم. قربان لذت شما بردیم. خواهش می‌کنم. شعر زنده تو باشین. مخصوصا ممنون. قربان متشکر. شما. شبتون بخیر باشه. متشکرم. مرسی. ممنون. متشکرم. شبتون خوش. خیلی- ببخشید من الان من نمیدونم چجوری باید انجامش بیام میدم. بیرون. متشکرم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم از این شعرهای بسیار زیبا، البته و اندوهناک. البته بسیار عالی. خیلی ممنونم. از دوستان دیگه اجازه بدید که دعوت کنیم که تشریف بیارن و شعر بخونن. امیدواریم که امروز. سلام آبتین عزیز، شبت بخیر باشه. آبتین جان صدای من داری؟ درود قاسم عزیز، من صدای شما رو دارم. تصویرتون اینجوری فیکس هست. نمیدونم شما تصویر من یا نه. من خیلی مهم نیست، چون من تو خروجی هم تصویرتو دارم هم صداتو. خب حله. خیلی سرعت ایران افتضاح شده. آره شنیدم که خیلی وضعیت خرابه، واقعا باعث تاسفه. یا کره شمالی. خب خوب هستید؟ ممنونم، مرسی. خیلی خوشحالم که دوباره سلامت باشید. هستی توی برنامه با شعرهای خوبت. منم خوشحالم که هستم در خدمت دوستان عزیز. خواهش میکنم. دیگر دوستان سلام میکنم. متشکریم. خوشحال میشم که شعرهات رو بشنویم. من یک شعر دیگه میخواستم بخونم، بعد امشب اتفاقی افتاد که به نظرم اگه این رو بخونم مناسب تر است. شعری هست که کمابیش هم مشهور شد یک دفعه، نمیدونم چرا تقدیم شده به ایران، بهشون میگیم دهه 80 که خیلی متفاوت هستن خوشبختانه. این برای اون هست. دارد از ایزد دادار بدش می آید، دارد از ایزد دادار بدش می آید، از چنین چرخ نگونسار بدش می آید. ساربانی است که او را به جهنم برده، او از این قافله سالار بدش می آید. هر طرف می رود افسرده دلی می بیند، از چنین جو نگونسار بدش می آید. جو در مدرسه اش نیز ندارد تعریف، گون یا خطکش و پرگار بدش می آید. حرفهای خودمانی به لبش بیشتر است، از جنابالی و سرکار بدش می آید. نکند وقت تلف پای صدا و سیما، از خبرهای جهتدار بدش می آید. گشت ارشاد که بیند به خودش می لرزد، آخر از نکبت اجبار بدش می آید. پاسخ هر که به او گیر دهد هم ندهد، او از آن آدم بیمار بدش می آید. آبتی نیست که گهگاه غزل می گوید، او از این قالب اشعار بدش می آید. بدش می آید. برای نیستم خارج بشم، خودتون لطف کنید من خارج کنید. باشه چشم، حتما من انجامش میدم. اگر توی برنامه باشی که خوشحال میشم دوباره بیایی و باشه چشم میمونم. خیلی ممنون، متشکرم بابت شعر خوبی که اجرا کردی. خب عزیزان دعوت کنیم از عزیزی دیگر. امیدوارم این هفته بتونیم جناب آقای حسین تقلیدی رو توی برنامه داشته باشیم. اجازه بدید من
متاسفانه من الان پیداشون نمی کنم. اگر ایشون امکانش رو دارن به من یک ریکوست بدن تا بتونم بیارمشون توی برنامه. حالا تا ایشون رو بتونیم پیدا کنیم، چون دوستان عزیزی اومدند و در رابطه با غم و درد زمانه در واقع شعر گفتند. ممنونم حامد جان که یادآوری کردی. باشه چشم، من هم یک شعری میخونم در ادامه اشعار دوستان. اجازه بدید اگر شعری پیدا بکنم. دوباره از مجموعه گوراب یه دونه شعر براتون اجرا میکنم. بیرون ده سگی با گلوی همسنگرش مارش رهایی میزند و امتداد سرخ مرگ در سپید برف جاری است. شهوت تمرد در رگ راه می جوشد و قناری غمگین شبانه هایش را در انزوای قندیل شاخه ها به شبنم اشک تسکین می دهد. پیغام انتهای تقابل است وقتی درخت تبر بالفعل می شود و خاک عمق فاجعه را با استخوان مردگان شیاف می کند. ما قرن چندمیم به تقویم فقر، ما قرن چندمیم به تقویم فقر که وحشت عدالت است و دندان طلا نان می جود از سفره اطعام کارگر. مرگ همخانه خوبی است وقتی که سرود چشمانت تعریف ناشیانه اشک است به روی بالش فقر، که در قرن دریوزه ما 4 راه به نظم معتقد است و نان به رنج و شرف. در این تمدن سیمان ترانه های اصالت امید محالند در آسمان خیال، که فاجران انبساط آزادی را زیر چرخ های تمول در غروب خسته کار به خط ترمز رقت به گند و لجن میکشند. کودکان ازدواج، کودکان کار، کودکان انکار، کودکان بی آمار. این هم از مجموعه گوراب بود. مجموعه گوراب توی آوای گوف منتشر شده سال 2019. دوستانی که علاقمند هستن مطالعه کنن میتونن فرمت PDF رو در سایت، کانال و تمام اپلیکیشن هایی که مربوط به آوای گوف هست دسترسی داشته باشند و شعرهاش رو اگر قابل دونستن بخونن. خیلی ممنونم بابت تشویق همه شما عزیزان. مرسی. خب آقای تقلیلی رو من تلاش کردم که بیارمشون بالا، متاسفانه نتونستم. درود دوباره حامد جان. سلام مجدد. خب رسیدیم به نیمه دوم، دوباره از اول شروع میکنیم. خوشحالم که دوباره در جمع هستم. من یه شعر میخونم به نام پیچک. ببخشید من کرونا گرفتم یه 2 هفته پیش و این سرفه هاش هنوز مونده رو، یه ذره صدام ناجوره، عذرخواهی میکنم. یه شعر میخونم به نام پیچک. این یک شعر کارگری است، دستهای زبری دارد، بوی تند عرق و خمیازه میدهد و وسط شلوغی مترو ایستاده خوابیده است.
این یک شعر تاریخی است، پاهای خسته ای دارد، بوی استثمار و خشم می دهد و قرنها در کتاب تاریخ رعیت بوده است. این یک شعر جنگی است، لباسی خاکی و خونالود دارد، بوی ترکش و خمپاره می دهد و با خنده‌ای به لب روی خاک تپیده است. این یک شعر سیاسی است، قلب سوراخی دارد، بوی شلاق و زندان و باروت می دهد و به تیرکی در سپیده دم پیچیده است. من یک شاعرم، با دستهای زبر، با پاهای خسته، با خنده‌ای به لب. من یک پیچکم، پیچیده به تیرکی در سپیده دم. ممنونم. بله، خیلی عالی بود، متشکرم. خب خوشحالم که امشب شعرهای بسیار خوبی شنیدیم. من همینطور از شعرخوانی دوستان لذت بردم و اجازه میخوام که مرخص بشم که فرصت به دوستان دیگر برسه برای شعرخوانی. باز هم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردی، امشب شعرهای خوبی هست شنیدیم. ممنونم که خواهش میکنم. شبت بخیر باشه. شما مرسی. خب من تلاش میکنم که دوستان دیگری رو دوباره بیارم که بتونیم از شعر خونیشون لذت ببریم. جناب آقای حسین تقلیلی، من دوباره شما جستجو کردم، متاسفانه پیدا نکردم. اگر امکان داره یک ریکوست به من بدید که بتونم شما رو توی برنامه داشته باشم، ممنون میشم. درود دوباره جناب دکتر حجبری عزیز. قربانتون برم. والا نمیدونم از شعرهای مدرن بخونم یا همون ضد آخوندی. شما چرا ضد آخوندی بخونید که دل ما حال بیاد آقای حجبری؟ میگه من که باشم روزخوانی اهل بم، بر سر منبر به پشتی داد لم، با علی و با حسین و با حسن، رشته ام تارن کبوتی زین ستن. آفریدم قصه های کربلا، داستانی سینه سوز و پربلا. خلق را کردم تبه در زندگی، راه بستم بر ره پویندگی. مردمان گشتند تهی از فکر و عقل، هر یکی شد مجمری از ذکر و نقل. چون خران بر پشتشان گشتم سوار، گشت مندیلم چو تاج شهریار. عالی بود. جناب حجبری میخواید از اون یکی شعراتونم یه دونه بخونید که دیگه عیش ما کامل بشه دیگه. قربان تو برم. این به اصطلاح شعرهای سبک نوه. چه روزگار غریبی است نازنین، توهم شاه بی تخت و تاج انسان است، و رسالت گرسنگی تسمه بر گرده طوفان کشیده است. رویش برگی نیست تا بر دریاچه‌ای سایه افکند، پرواز اردکان وحشی در سپیده دمی، که رودخانه یخ میزند از خاطر گریخته است. فریاد خاموش انسان گرسنه در تلاش برآمدن از سینه ای دردمند، در گلو می شکند آن زمانی که خنجر به گلوگاه نشسته است. چه روزگار غریبی است نازنین، در خانه ها پیکره آدمیان دردمند زمانه، بر پوسته دیوار تصویری است. در زیر چشمان جغدی بر سر در نشسته، و در بارش چکمه های بسیجیان کوچه های شهرهای خشک و خاکالود بی نفس گشته است. چه روزگار غریبی است نازنین. خیلی عالی بود جناب دکتر، خیلی ممنونم که
امشب آثار خیلی خوبی از شما شنیدیم و لذت بردیم. لطف کردید مثل همیشه که لطف میکنید. من بازم هستم ولی شما برای راب کنید هر موقع هم خواستید بعد. بله حتما. ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. نهایت لطف شماست. متشکرم. بسیار عالی، بسیار عالی. امشب شب پرباری شد. خیلی خوشحالیم از حضور عزیزان. خب اجازه بدید ما از دوستان دیگه ببینیم، دوباره تلاش کنیم از دوستانی که نتونستیم اضافهشون کنیم توی برنامه. متاسفانه نیستن که. خب آراد عزیز دوباره ریکوست داده بودن، من اکسپت کردم اگر دوست داشتن بیان بالا. سلام دوباره، وقتتون سلام دوباره. شعر آماده کردم، شعر کوتاهی منظورم، شعر کوتاه آماده کردم از حسین منزوی، امیدوارم خوشتون بیاد. بله مرسی، لطف میکنی. چشماتو وا کن که سحر توی چشات بیدار بشه، صدام بزن که از صدات باغ دلم بهار بشه. اون که میخواد میون ما من و تو دیوار بکشه، دل میگه نفرینش کنم به دردمون دوچار بشه. با من بمون، با من بمون، نذار که تنها بمونم، نذار که خونه دلم دوباره تنگ و تار بشه. امیدوارم خوشت اومده باشه. ممنونم، خیلی لطف کردی. امشب حضور پیدا کردی توی برنامه و شعر اجرا کردی. خواهش میکنم. همچنان برای هفته بعد منتظر شعرهای خوب خودت هستم. چشم. مرسی، شبت بخیر باشه. بسیار عالی. خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که شعر اجرا میکنن. خب یوسف جان اگر صدای من رو داری یه اکسپت بزن که خب آقای ابوعلی نژاد اگر اینترنتت یاری میکنه خوشحال میشم که تشریف بیاری و شعر اجرا کنی. خب تا آقای ابوعلی نژاد امکان حضور پیدا میکنند، اگر علاقه‌مند بودند، من یک شعر دیگه اجرا میکنم. البته از مجموعه گوراب نیست، از یک مجموعه دیگه است. میگه بزن قلم به دهان در این حوالی صبح، کلام آخر خود از عمق جان بنویس. زمین مساحت توست، هوا از عطر تو مست، میان ماسه و موج از عشقمان بنویس. عبور گنگ منم از ارتفاع تنت، تو جاودانه بمان از عمق جان بنویس. شکسته خندق تن از انهدام وطن، من از سکوت پرم تو از فغان بنویس. اینم شعری بود که حالا دم دست بود، گفتم اجرا کنم براتون که تا دوستان حاضر میشن توی برنامه. درود بر شما. سلام علیکم. سلام، وقت شما بخیر باشه. شریف مقدار، خیلی خوشحال شدم با اینکه من امروز توفیق یافتم با حضرت علی آشنا بشم. گفتم یه فرصتی هست ما حضوراً عرض ادب کنیم. بنده کتابدار هستم و 3 تا کتاب تعریفی دارم. یه قطعه هم ارسال کردم تو کامنت ها خدمتتون. نمیدونم شعر ترکی هم اجرا میکنن دوستان یا فقط شعرهای فارسی رو باید خدمت دوستان قرائت کنیم؟ زبان مهم نیست دوست عزیز، مهم اینه که شعر اجرا بشه. به هر حال ما ترک زبان هم داریم، فارس زبان هم داریم. هر زبانی برای ما محترم و مقدس. به هر حال چیزیه که از دل بر دلم میشینه. بفرمایید، در خدمت هستم. یه شعر فرانو تقدیم کنم اگه فرصتی بود، دوستان وقتشون نگیرم. یه شعر ترکی هم خدمت دوستان تقدیم میکنم.
حتما در خدمتتون هستیم. گاهی برگ ها خود نفس آدمند، گاهی برگ ها خود نفس آدمند، اما چه راحت از خشخش خود شدن برگ ها لذت میبریم. آدم ها همینند، تا نفس میدهی لهت میکنند. این تقدیمی اول خدمت شما. عالی. سلامت باشید. حالا یه شعر ترکی هم بگم، چون احساس میکنم افرادی هم هستن که هم شعر ترکی رو میفهمن، هم یه شعر عاشقانه هم هست. خیلی عالی، میشنویم. سلامت باش. ما به زبان خودمون میگیم، از زبان بدن هم استفاده کنیم که یه سری اشارات هم بگم که مثلا چون به زبان اصیل آذری هم هست دوستان راحت‌تر درکش کنن. Yaylan yanağa yanıq lalələrdə qaldı gözüm. Mən deyim yanağa yox, sarılan tellərdə qaldı gözüm. Sözlərin eşidəncə dodağından süzülən bal dək sözü nə demək, bəlkə gözündə qaldı gözüm. Bir mən idim, bir də mənim çəkdiyim rəsmilərim, qara qaş, qara göz döyrəsi bağı lalələrin. Tinşəni Fərhad aparmış, mən də dağları çapınca əlim ilə, nə deyim, çox gec olmuş. Leyli aşıq olub məznunu siz sorusuz. Bunu bilgirim ki, bu qədər ki yaşadım, dərdli qaldı gözüm. من سعی کردم یک کمی خلاصه ترش کنم. انشالله در برنامه‌های آتی کاملش رو خدمت دوستان قرائت میکنم اگه توفیق باشه، عمری باشه. خیلی لطف کردیم، خیلی خوشحال شدم که شعرتون رو اجرا کردید و به هر حال بعد از مدت‌ها من زبان ترکی، شعر ترکی شنیدم، خیلی لذت بخش بود برای خود من شخصا. خیلی خیلی ممنونم. متشکرم بابت شعرهای خوبی که اجرا کردید. نگیریم، خیلی خیلی خوشحالم. امیدوارم بتونیم از مسئله‌تون استفاده کنیم. قربانت. ممنونم، لطف کردید، خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر. قربانت. خب خیلی ممنونیم از این دوست عزیز. به قول این خارجی ها متعجب شدیم بابت شعر ترکی. به هر حال ترکی، کردی، بلوچی، همه زبان ها برای ما محترم هستن و دوست داریم ازشون بشنویم. یوسف جان دوباره خیلی خوش آمدی. ریکوست تو امشب مشکل داشت کلا. اصلا عمل نمی‌کنه. فکر کنم این حامد کرونا گرفته زده لایو اصلا چیز کرده. آره کرونا شو داده به اینستاگرام شما. گوشی زنگ زدم گوشی جواب نمیده، از پشت گوشی منتقل نمیشه. اگه به حامد باشه که از پشت گوشی هم منتقل میکنه. این هم البته آره. آقا من یک قطعه دیگه تقدیم کنم و دیگه رفت زحمت. خواهش میکنم. خوشحال میشم. تن لرزه های آدم رنجور میچسبد، تن لرزه های آدم رنجور میچسبد، جان کندن بدبخت هم بدجور میچسبد. گاهی برای لحظه ای دل را خنک کردن، هل دادن از پشت بام کور میچسبد. وحشیگری تا شیوه رفتار خواهد بود، پاشیدن خون تیغه ساطور میچسبد. از برق دندانهای خونالود معلوم است طعم هوس در کام این مغرور میچسبد. با این همه بیچاره در بند غافلگیر، هی پشت هم دستور هی دستور میچسبد. از بعد یک عمری شکنجه دادن آخر سر، چالیدن در زیر خاک گور میچسبد. این عقده های شوم مالی خولیایی را ارضا نمودن های جوراجور میچسبد. ای زندگی از شوق چشمان تو فهمیدم، وقتی که بالا دست باشی زور میچسبد. سپاسگزارم قاسم.
خیلی عالی بود، واقعا لذت بردم. ممنونم، خیلی لطف کردی. امشب هم شعر خوندی برای ما، واقعا لذت بردم. خیلی زیبا و با مفهوم بود. ممنونم، خیلی لطف کردی. قربان برم. من رخصت می‌دارم خارج می‌شم که دیگر دوستان بیان خیرشون رو بخونم. خیر باشه فعلا. قربان خدا. خواهش می‌کنم، شبت بخیر باشه. خب از دوستان دیگر اجازه بدید که ببینیم کدام دوست در درود و سلام دوباره تین عزیز. درود بر شما. امیدوارم این سری الان دیگه تصویرتون هم کامل است. خیلی اصلا میشم خوشتیبتر. بسیار پیاز خود اما که نه. آقا من اون شعر رو که خوندم، بعد میخواستم یک شعر دیگه بخونم به مناسبت 8 مارس، ولی هنوز خیلی مونده تا 8 مارس. اگه اجازه بدید دیگه، چون یکم طولانیه، من فقط بیتای آخریش رو شاید حرف دل خیلی از دوستان هم باشه اون رو بخونم. بابتش خیلی هم اذیت شدم، خیلی هم تند نیست ولی خیلی اذیت می‌کردن، نمیدونم چرا. عجب. شاید نمیخواستن ما اینا رو بگیم هیچ وقت. بله. ما که زایی جان یا متاسفانه خیلی چیزا رو نمیذارن آدم. بله. بفهمید. اینم من هنوز منتشرش نکردم. تو هیچ کدوم مجموعه شعرام نیست. ما که زاییده های زندانیم، ما که داریم روزگار نزار، کودکیمان که عین ماتم بود، نوجوانی زمان استثمار. شور و شادی نیافتیم اما نوحه و ماتم و عزا بسیار. آمد از کوچه ها جوانیمان، شد به فرق سر همه آوار. لقب نام زندان ما بشد غیرت، لقب دوستانمان کفتار. حق پوشش فقط به میل ولی، حق آزادی بیان انکار. لقب دختران خوشبر و رو، فاحشه بی حیا لجن بدکار. لقب مردهای خوش صحبت، گرگ شیطان پلنگ افعی مار. لقب هر که داشت عمامه، خوب مؤمن عزیز گل عیار. لقب چون کلاغ مشکی ها، با حیا از بهشت برخوردار. چون جوانی به منتها برسد، در همین روزگار ناهنجار، نام زندان ما شود ایران. محبسی جانگداز وسعت دار، با هزاران هزار زندانبان که ندارند ره در رفتار. آبتین چاره ای ندارد جز درد ریزد به قالب اشعار. ای فلک ننگ بر تو بادا ننگ، آسمان شرم بر تو ای مکار. عالی بود، خیلی ممنونم. امیدوارم نداره، گریه داره. آره گریه داره، ولی مهم اینه که اون زبانی که درد رو میگه، اون زبان به به داره. در واقع گفتن این درد، ارائه این درد یا بیان این درد. متاسفانه حالا بعضی از دوستان میگن که توی یوتیوب و اینا که الان داره برنامه پخش میشه، دوستان میگن که شعر سیاسی هم میشه خوند و اینا. مثلا اصول شعر یکی از ابزارهای مبارزه سیاسی، همونجوری که خودت هم خیلی جاها استفاده میکنی. به هر حال گل و بلبل شاید مال دورانی بود 1000 سال پیش. بله، برای صله گرفتن شعر میگفتند، ولی خب الان یکی از ابزارهای مبارزات سیاسی اجتماعیه. فرقی نمیکنه. دقیقاً حالا چه سیاسی باشه چه اجتماعی باشه، هر چیزی رو به زبان زیبا گفتن، زبانی که دیگران بشنون و توجه کنن بهش، به هر حال ابزار مبارزه است در تمام عرصه‌ها. خیلی ممنونم که تو همیشه از این ابزار خیلی خوب استفاده می‌کنی. پاینده باشید. متشکرم ازت. باعث افتخار برای ماست. خواهش می‌کنم. ممنونم. شعر بسیار عالی هم خوندی. امیدوارم که در آینده نزدیک به 8 مارس این کامل بشنویم این رو. ممنون. شبت بخیر باشه. خیلی ممنون. من دیگه رفت زحمت کنم. اجازه دیگه آخر برنامه است. خیلی خوشحال شدم. پاینده باشید، پیروز باشید. شبت بخیر.
ببندید من نمیتونم. آره من انجامش میدم. خب خیلی خیلی ممنونم، شب خیلی خوبی بود. برنامه پرباری داشتیم از همه عزیزانی که شرکت کردن. عزیزی گفتن تصویر مات باشه، نه هیچ مشکلی نداره، شما حتی تصویرم نداشته باشید، فقط صدا داشته باشید، برای ما هیچ موردی نداره. خیلی خوشحال میشیم که تشریف بیایید و شعر بخونید. حالا ما از اون ترفنده صدا سیمای جمهوری اسلامی هم میتونیم استفاده کنیم و به جای تار و سنتور گل و بلبل نشون میده، اینجوری هم میتونیم شعر شما رو بشنویم. مهم این هست که شعر شما خونده بشه. اگر علاقمندید که شعر اجرا بکنید در خدمتتون هستیم. حتما از طریق اکانت آوای بوف درخواست بدید و تشریف بیارید و شعرتون رو اجرا کنید. خب با توجه به اینکه تقریبا آخرای برنامه هست، من برای حسن ختام شعری میخونم دوباره از مجموعه گوراب و تقدیم میکنم به عزیزی در زندگیم که نیمه عاشقانه است و امیدوارم فقط قسمت عاشقانه‌اش رو شما در نظر بگیرید، برای اینکه دوستان گفتن شعر متفاوتی خونده باشم. دیوار زیاد دیدم اما مرگتر از برلین، اسیرتر از ایران و ندبتر از اورشلیم دیوار آغوش توست. قاتل، ممنوع، مقدس، گستره‌ای که بر من کشیده ای امنیت و مرگ توأم است و اسارت مداوم. بازوانت دروازه جهان است که در هر عبور فاتحان تاریخ فروتنانه سپر بر خاک میکشند و بیرق فتح من شادی توست. هر بار که شلیک بوسه‌ای تجاوز در خاکت را توجیه می کند. اینم از برای حسن ختام شعری بود که امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی خیلی ممنونم از همه شما عزیزان، چه در کامنت ها تشویقمون کردید و لطف داشتید به ما، چه حضور داشتید توی برنامه، چه در اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک. خیلی خوشحالیم که همیشه با ما هستید و همراهیمون میکنید، حمایتمون میکنید، باعث افتخار ما هستید. برنامه بعدی 2 هفته آینده، یعنی این برنامه رو سعی کردیم 2 هفته یه بارش کنیم که بتونیم در خلال برنامه‌های دیگه این برنامه رو داشته باشیم که هم دوستان آمادگی داشته باشن توی برنامه حضور پیدا کنند، همین که از عزیزان بیشتری بتونیم در واقع استقبال کنیم توی برنامه. خیلی ممنونیم از همه شما عزیزان. باز هم عرض کنم خدمت دوستانی که علاقمند هستند، چه در آینده این برنامه رو به صورت ضبط شده میبینن و چه شما عزیزان و دوستانی که علاقمند هستند تو برنامه شرکت کنن، با اکانت اینستاگرام آوای بوف هماهنگ بکنن. ادسان آوای بوف در اینستاگرام هماهنگ بکنید. خیلی خوشحال میشیم که نوشته ها و اشعار زیبای شما رو بشنویم. شب شما بخیر و همچنان در پناه خرد باشید. AvayBoof.com